سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. این نقیضه است بر غزلی از حافظ، اونو تقدیم میکنم. گل در بر و می در کف و معشوق به کام است. من ماندم اینجا که حلال است حرام است. با اینکه به فتوای دل اشکال ندارد، گر یار پسندید تو را کار تمام است. در مذهب ما باده حلال است، ولی حیف در مذهب اسلام همین باده حرام است. شد قافیه تکرار ولی مسئله ای نیست، چون شاعر این بیت طرفدار نظام است. با محتسبم عیب مگویید که او نیز لب دارد و گهگاه لبش بر لب جام است. بعضن که شلوغ از سرش نیز نداند از آن هم بعضن که شلوغ از سرش نیز نداند از آن همه مستیش کدام اجز مدام است. این ماه شب 14 در شب مهتاب، یا اینکه نه همسایه ما بر لب بام است. ابیات به هم ریخت، مضامین همه گم شد، شعرم پس از این بیت غزل نیست درام است. در مجلس اگر جای خودت را نشناسی، تنها هنرت وصل قعودی به قیام است. مخصوص خواص است اگر صدر مجالس، پر واضح و پیداست کجا سهم عوام است. از جنس مضامین نخستین 2-3 بیتی مانده است، بخوانم بروم ختم کلام است. پرسید طبیبم که پس از رفتن یارت، وضع تو اعم از بد و از خوب کدام است. از اینکه چه آمد به سرم هیچ نگفتم، گفتم که دلم سوخت نفهمید کجام است. دیریست که دلدار پیامی نفرستاد، چون شعر مرا دید که دارای پیام است. طیب الله انفاسکم. خیلی خوب بود.